من در خلطه ها پوری خاک خزانه رو جایگیر کردم مسافه قریب 30 سانتی متر بعد از آن در هر یک خلطه دو دانگی لونده کارتوشکا رو بریده جایگیر کردم آن رو بعد با خاک پوشاندم و بعد روزهای معینی که آفتاب گرم شد خودم دستکی آب دادم اکنون باوری دارم که برای که من حالا با قوتم باوری دارم که هر یک میکش ممکن که 1 کیلوگرم حاصل گیرم خاکش رو پوری و 25 رو گرفتم بعد خاکی مقرره رو گرفته و یک جایه کرده بعد اینجا خلطه ها با انداختم اینا ماهی و مارت آخرش اکنون تخمینا مای 15-20 ماه بالاتر می شود چون که علاقه گل کرده ایستادن من 15-20 ماه مای حاصلش گرفتن ممکن است در روی حولی جایی که بیکار ایستادگی چی نکو بهوده ایستادن بهتر است که یگان چیز کاری زندگی بهتر شود